شین. آگاه باشین معنای آیتی که در کفن این دختری عزیز نوشته است. این دختری با صدر و با حجاب نوشته است. اگر خواهران محترم ما این را بشنوند و توبه کنند، تنها ما به دعای خواهران میتوانیم افغانستان را آرام بسازیم. زن رقیق القلب است. زن اگر گریه کند، زن اگر با صدر و با حجاب شود، از من خواهرانم خیلی میپرسند، از علما همشهرها خیلی میپرسند مولوی صاحب نفل میخوانیم ثواب داره؟ بله ثواب داره. تلاوت قرآن میکنیم ثواب داره؟ بله ثواب داره. نیمی شب میخیزیم ثواب داره؟ بله ثواب داره. ذکر میکنیم ثواب داره؟ بله ثواب داره. اما در اخیر میگیم خواهرم، از ذکر کرده، از تلاوت قرآنت کرده، از نفل عشق دیدیت کرده، از نر و ترانیت کرده، از حج و دعوت و جهادت کرده، متوجه باشی که صدر و حجاب برایت فضیلت زیاد دارد. حضرت صاحب کنز العمال نقل میکنه حضرت علی صاحب مجلس نشسته است، رسول اکرم علیه السلام میفرمایند بهترین خیر برای زنان چیست؟ بهترین صفت برای خواهران چیست؟ حضرت علی از جای بر میخیزند به خانه دخترشان، زنشان، دختر رسول الله علیه السلام میروند. حضرت بیبی فاطمه صاحب چادر کونه داشت، چادرشان چند تا پینه داشت. او دختر محمد مصطفی علیه السلام است. امروز ببینید که به چه بهانه‌های مبتذل دختران با خواهران ما بی صدر و بی حجاب میگردند، در حالی که دختر رسول خدا بالای چادر مبارک چند تا پینه داره. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمود که یا رسول الله، از برای خدا دختر کسرا و فارس چادرهای نو میپوشند. شما رحمت للعالمین هستین، شما پادشاه دنیا و آخرت، خداوند شما را رحمت للعالمین خوانده است، دختر شما چادر پینه داره. حضرت محمد مصطفی علیه السلام میفرماید عمر خاموش باش، برای ما آخرت است، برای کافران و بیدینان و فاسقان دنیا می باشد. حضرت علی صاحب از زنشان پرسان میکنه که فاطمه، پدرت پرسان میکنه بهترین صفت برای زن چیست؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها فرمود رسول الله علیه السلام برای ما گفته بود بهترین خیر، بهترین فضیلت، بهترین ثواب، بهترین فرض، بهترین مسئولیت، بهترین بزرگی، بهترین حج، بهترین جهاد، بهترین همه خوبی ها را مفسرین تفصیل بیشتر میکنند. حضرت فاطمه میفرماید بهترین خیر یعنی برای زنان ستر و حجاب می باشد و بهترین عزت و صفت برای زنان این می باشد که زنان روی نامحرم را نبینند و نامحرم روی زنان را نبیند. حضرت علی می دود روز بیگاه شده است، از خوشی که پیغمبر خدا را جواب می دهد. بعد از نماز خفتن به حضور رسول الله علیه السلام می رود. رسول اکرم علیه السلام گفت علی جواب را آوردی؟ گفت بله دختر مبارک شما فاطمه الزهرا رضی الله عنها می فرماید بهترین صفت برای زن ستر و حجاب است. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است که بهترین یا ارزنده ترین زینت زن ستر و حجاب است. فرمان خدا برای شما، فرمان خدا را خواندم، فرمان خدا قول نبی نص کتاب است. فرمان خدا قول نبی نص کتاب است. از بهر زنان افضل طاعات حجاب است. امیر یک تکرار کنه، از بهر زنان افضل طاعات حجاب است. این معنای حدیثی است که فاطمه و علی از جناب محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم روایت میکنند. وقتی گرانبهایتون برادران عزیز نمیگیریم، ما و شما در آخرین وقتی مجلس خود قرار داریم، خداوند آواز ما و شما را به گوش خواهران با ستر و بی ستر ما و شما برسانه، به گوش خواهران با حجاب و بی حجاب ما برسانه. قرآن کریم میفرماید ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، و باید بزنن به چادرهایشان، به زیر هایشان، به سر یخنهایشان، اما چادرها به این شکل انداخته میشه. ولی قرآن چی میگه؟ چادر را بزنن به زیر گلونهایشان، بالای یخنهایشان. بعد از او میفرماید قرآن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها قبل ثبوت. و در آیه بعد از او میفرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و زینتهایشان را، رویهایشان را، کره ها و دست ها و پاهایشان را نشان ندهند مگر به محرمایشان. ولی وقتی که به بازار بعضشان می رود، یا به موترها بعضشان می نشیند، یا به کورس ها بعضشان می رود، یا به پوهنتون ها بعضشان می رود، یا به بنجاره ها و لیلامی ها بعضشان می رود، یا به هتل ها و عروسی ها بعضشان می رود، از قصد شاید خواهر محترم دست بالا کنه و شرنگ تا دست جوان ببیند، تا رویش را جوان ببیند، به فکرش افتخار کرده است، اما خود را به گودال جهنم انداخته است. اما جناب رسول الله علیه السلام برایش نگفت لعنت
حضرت خدا برای او زنی که پایش به زمین میکوبد تا مردان او را نگاه کند، او را عطر میزند تا مردان حضرت او استفاده کند، حضرت رسول الله علیه الصلاة و التسلیم او را زناکار اعلان میکند. دور از همشیره های ما باشد، دور از خواهرای ما باشد، دور از مادرای محترمی که اونا با صدر هستند، با حجاب هستند، با حیا هستند، با شرم هستند، با اخلاق هستند. باقی را ان شاء الله فردا براتون عرض میکنم. خداوند دعای ما و شما را به دربارش قبول بگردانه. اما یادتون عزیزان محترم نروه که یکی سطر است، یکی حجاب است. سطر غیر رویه میگن. بعضی از مسلمان ها اغوا میکنه بعضی ها را، بعضی از مسلمان ها که نام مسلمان ها را بدنام ساختن، بعضی ها را گمراه میکنه، میگه روی عورت نیست. روی چرا پود باشه؟ درست است، روی عورت نیست. وقتی قرآن عظیم الشان میفرماید روی تا پود کن، ما به امر قرآن روی زنان خود را پود میسازیم. حالا از شما پرسان میکنم که اگر روی پود نمی بود آیا مهمترین فتنه در چشم و ابرو هست یا نیست؟ بگوین برادران عزیز. مهمترین فتنه در چشم ابرو است و از همون خاطر عبدالله ابن عباس میفرماید بسیار که اگر زن ضرورت برش پیش شود یک چشمش بسیار کم باز کنه، او را هم یک چشمش. عبدالله ابن عباس ولی ایده از مفسران امروز میفرماید آری جالی برآمده است، میشه که هر دو چشمایش پود کنه و جالی بیاندازه و خود را و شوهر خود را و پدر خود را و برادر و عزیزان خود را، که قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، نگاه کنین خودتان را و اهلتان را از آتش جهنم نشود که برای یک زن، برادری او زن، پدری او زن، شوهری او زن، فرزندی او زن، کاکا و مامای او زن، استاد او زن اگر او را نگفته است، حتی کسایی که او زن به گفتی او میکند اگر او نگفته است نشود داخل با آتش های جهنم شود. الله ما و شما را گرفتار دوزخ نسازد. الله خواهرای ما و شما را غرق دریای رحمت بگرداند. صدای ما و شما را به ایشان برساند. باز همون گاهی مولانا صاحب تکرار میکنم که در اول برایتان عرض کردم که هر کس از هر طرف صدا میکنه. روس هم گفتم شرا میکنه و انگلیس و شوروی و فرانسه هم، شیطان و نفس هم صدا میکنه و علما و قرآن هم صدا میزنه. محمد مصطفی علیه السلام هم از زبان لاسپیکرهای دانشمندانش صدا میزنه که ای زنان امتیم رویایتان پود کنین، قولهایتان بلهله نسازین، سرهایتان پود کنین، عطر و پودر به کوچه و بازار نذارین. بهترین عزت، بهترین صفت، بهترین اخلاق، بهترین جنت خانه شما می باشد. با خدا زنی روزی که میمیرد آن جایی که زن در خانه نماز خوانده است، حتی نماز خانه زن بیشتر ثواب داره نسبت به زنی که به مسجد نماز بخوانه، به خاطری که سطر و حجاب برای زن خیلی مهم می باشد. حیا و شرم برای زنان و خواهران محترم خیلی مهم می باشد و این خواهر خوب بداند و دلش نشکند که اگر خواهر بیرون هم نبراید، اگر رئیس جمهور است یا وزیر است، عالم است و شهید است، عارف است و مؤلف است و والی است، همگی رهین احسان مادری عزیز می باشد. اگر تو مادری محترم به خانه هستی خطاب برات میکنم مادر جان، اگر تو خواهر محترم به اوج هستی، اگر ما فرزندان تو عالم هستیم، شیخ هستیم، آقا هستیم، دکتر هستیم، کراچوان و محترمان و دکاندار هستیم، اگر تو برای ما نان نپزی، برای ما لباس نشویی، برای ما دستای ما رو نگیری، برای ما محبت نکنی، ما نه دکانداری میتوانیم، نه درس میتوانیم، نه تبلیغ میتوانیم، نه توبه میتوانیم، نه وزارت میتوانیم، نه ولایت میتوانیم، نه دعوت میتوانیم، نه جهاد میتوانیم. نبودن زنان مادران ما در عصر صحابه کرام برای مجاهدین نان پخته میکردند. نبود مادر امام شافعی صاحب، مادر خواجه عبدالله انصار، بعدن خواجه عبدالله انصار نان میداد. یعنی مادران نگویند که ما را به خانه ها این علما یا قرآن یا دین قبه میکنند، آن طور نیست. اگر مادرای عزیز به خانه می باشد، بچه هایشان به بیرون است، برادرایشان به بیرون است، شوهرایشان به بیرون است، تماما ثوابی را که من میکنم رهین خاک پای مادرم هستم و تمام ثوابی را که تو میکنی رهین احسان خاک پای مادرت میباشی. و از همین خاطر است که وقتی که به خانه میروی جناب رسول الله علیه السلام میفرماید با مادرت، با خواهرت، با دخترت، با همسرت روش اخلاق نیک کو. و به همین خاطر است که جناب محمد مصطفی وقتی که جان میکنه صلی الله علیه و سلم یکی از الفاظش این است که ای مردان و شوهران در حق زنانتان از خدا بترسین. یعنی این که زن را به خانه میماند توهین زن نیست، این که زن را اسلام چادری حیا و عفاف میپوشاند خدای نخواسته توهین و تحقیر
زنان نیست، بلکه عزت برای ایشان است. فرزندانشان را امر کرده است، شوهرانشان را امر کرده است، پدرانشان را امر کرده که مجبور هستید نان به دهن زنانتان و خواهرانتان و مادرانتان بپوشانید، برایش حولی بدهید، برایش مسکن تهیه کنید، برایش لباس بدهید، برایش نان بدهید، برایش جان بگویید، دستش را بگیرید، در کنارش بخوابید، محبت نمایید، طفلش را عزت بدهید، برایش فرش بخرید، او را طلاق ندهید، به همراهش اخلاق نمایید. حالا بگویید که آیا عزت برای خواهران مسلمان نیست؟ برای خواهر میگه به خانه بشی، نازدانه بشی، فقط دیگ کو کالا بوشی، قرا خو کو امونجا، نماز بخوان و دعا کو. مردار میگه کراچیوانی کو، موتروانی کو، دکتری کو، مولایی کو، هر کاری که میکنی بکو، کور شو، برو زنانت را نان بده، آب بده، لباس بده، مسکن بده. حالا بگوین حق زن را اسلام داده است یا غیر اسلام داده است؟ خداوند اسلامی عزیز را واقعا به مسلمان ها لباس اسلام بپوشاند و سطر اسلام بپوشاند و خواهرای محترم ما را که بعضی رادیوهای مبتذل و شرقیان و غربی نماها اونا را به بهانه تساوی و حقوق و جندر و بدبختی های کنه از غرب و شرق آوردن، اونا را میگه که این مردا سر شما مرسالاری میکنه. بفهمند که اسلام مرسالاری نکرده است، بلکه عزت سالاری کرده است، تقوا سالاری کرده است، حیا سالاری کرده است، اخلاق سالاری کرده است، محبت سالاری کرده است، اتفاق سالاری کرده است و همه عزت را به پای زن داده است و همه عزت را به پای مادر نازنین داده است و اسلام است و جناب رسول خدا هست علیه السلام که میفرماید پدر یک حق دارد، مادر سه حق دارد. یک کسی آمد به حضور رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم، یا رسول الله علیه السلام حقیقی برای معتبر است؟ گفت امک. گفت قربان غیر از مادرم. گفت مادرت. گفت قربان غیر از مادرم. گفت مادرت. گفتم قربان غیر از مادرم. گفت مادرت. گفت قربان غیر از مادرت. گفت پدرت. این حقی است که برای همشیرهان داده است و به همین همشیره خواهر میفرماید به بیرون نه، برای که بعضی درندگان است، بعضی بی حیاان است، بعضی بی شرمان است، حجاب رویت را میگیرد، فیض رویت را دور می‌سازد، چشمان زیبایت را نورش را کم میکند، به حضور شوهر بی قدر میشوی، بی عزت میشوی. به این خاطر اسلام میفرماید که نوری چشمانش، نوری دهن و موی و دست و پای زنی همسری عزیز هر شود، پابرجا و پر محبت باید تا شوهر او را طلاق ندهد. در مالزیا رفتیم، آمار طلاق بلند است، وقتان نگیرم. از علمای مالزیا پرسان کردم چرا طلاق سر شما اینقدر زیاد است؟ گفت بی ستری همی بدبختی را آورده است، بی حجابی همی بدبختی را آورده. خودشون اقرار کردن چرا؟ گفت اینطور است که روی زنای ما برهنه است، وقتی در کوچه و بازار میره با یگان تا یک رخ مروخ میشه، محبت پیدا میشه. در خانه که پیش شوهر میره شوهرش خوش نمیاد. بی ستری و بی حجابی پیدا کرد یا نکرد؟ عزت است که ستر می آورد، عزت است که حجاب می آورد. دستهایتان را بلند کنین تا آنچه را که من گفتم و شما شنیده این به گوش هر خواهر و همشیره و مادر ما برسه و اونا توفیق بیابند. بگفتن گپ تنها الله نیست، خداوند عذر میکنیم ما را چند لحظه به پروردگار خویش که اونا را توفیق بدهد. الحمدلله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي مارا وخواهران مارا ومادران مارا وخالها وعامها وهمسران مارا وبيبيها ودختران ای خدای کریم در روز محشر نسوزانی. یا الله به جهنم گرفتار نکنی. یا الله وقتی نماز شام است، آفتاب رو به غروب کردن است، ما دستهای خیش را در وقت اذان به طرف عرش تو بلند کردیم، به طرف لوح و قلم تو، به طرف جایی که تو از همونجا روان کردی که زنها ستر و حجاب بپوشند. یا الله به حرمت همون جای دستهای ما را به دربارت قبول بگردان، عذر ما را بپذیر، گریه ها و تبلیغ ها، شنیده ها و دعوت ها و معرفت های ما را به دربار بی‌نیازی خدای کریم لم یزل قبول فرمای. یا الله امت مسلمه را نشرمان. یا الله امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را که پیغمبر علیه السلام بگیریه گفت ای زنان اکثر شما به دوزخ نروین. یا الله زنان و مردان ما را اهل دوزخ نگردانی. الهی ما را و اهل مجلس ما را در وقت جان کندن به ایمان نسازی. خدایا به عذاب لحد گرفتار نکنی. یا الله دشمنان اسلام، دشمنانی تو خیلی کار کردن، خیلی از خواهران و مادران ما را به انحراف کشاندن، خیلی هیشان را از قلبهایشان را از محبت قرآن دور ساختن. ای الله تو قادر هستی، ای خدایا تو کریم هستی.
محبت قرآن، محبت صدر و حجاب اسلامی را در قلب هر خواهر و همشیره افغان و غیر افغان برسان. یا الله چادرهای حیا را بالایشان بریزان، رویهایشان را بر زیور اخلاق و سطر اسلامی بپوشان. زنان و مردان ما را در دنیا و آخرت به عزت نگردانی. یا الله در آن روزی که همه با نفسی صدا میزنند و تو قهار بلا کیف نگاه بالای همه بندگانت داری و مخلوقات زیر آفتاب سوزان محشر می سوزند. یا الله اگر در آن روز خواهر و مادر ما و همشیره ما در دنیا بیستری کرده باشد، نشود که ما به امرایشان به گودال جهنم بیفتیم. ای کریم لم یزل، ای خالق بی بدل، ای منزل تورات و انجیل و القرآن ذوی المثل، ای